دوم 5 تا از عجیب ترین مردان دنیا در خدمت شما هستیم. شماره 5. جان دویل، متولد کشور انگلیس که به کار مارکتینگ اینترنت مشغول است. او در یوتیوب به خیلی معروف شده به خاطر اینکه چشاش از حلقه میزنه بیرون. جان دویل مطمئنه و خیلی به خودش اعتماد به نفس داره که میتونه رکورد حاضر گینس رو که 12 میلیمتره شکست بده. این ممکنه یه استعداد خیلی عجیبی باشه، ولی جان تونست به راحتی با این استعداد عجیب خودش معروف بشه. شماره 4. جونو لنکستر. جونو لنکستر به بیماری نادر تریچر کالین سیندروم دچار می باشه. تخمین زده میشه که یک بچه از هر 10,000 بچه در انگلیس به این بیماری نادر دچار میشن. به علت این بیماری جونو هیچ استخونی در لپ خودش نداره و چشاش هم به سمت پایین میاد. اون همچنین مشکل شنوایی هم داره. مادر پدر جونو به خاطر مشکلی که جونو داشت حاضر نشدن اون رو به فرزندی قبول کنن. جونو بعد از کلی افسردگی و اعتیاد به الکل و عملهای زیادی که انجام داد دید که نمیتونه شکل نرمالی به دست بیاره، ولی خب امروز اون قیافه خودش رو در اجتماع قبول کرده و به خاطر همین زندگی شاد و خوبی رو داره. شماره 3. دنی راموس گومز. او به خاطر موهای متعددی که در روی صورت خود داره به گرگ معروفه، چرا که او و برادرش لری از بچگی در سیرک هم فعالیت داشتن. این دو برادر مکزیکی به یک بیماری خیلی نادر مبتلا هستن که باعث میشه موهای بسیار کلفت و زیاد بر روی صورت اونها در بیاد. این موهای زائد بر روی کل بدن او و برادرش وجود داره، از جمله سر، صورت، سینه. گومز از شکل و شمایل خود بسیار راضی است و هیچ تمایلی به تراشیدن موهای زائد خود نداره. فقط بعضی وقتها موهای خود را مرتب میکنه. شماره 2. هنری دیمن. هنری از بچگی عاشق سریال اونجرز، به خصوص کرکتر رد اسکال یا جمجمه قرمز بوده و همیشه دوست داشته خودش رو شبیه جمجمه قرمز در بیاره. هنری تصمیم میگیره دماغ خودش رو ببره، تتوهای زیادی به روی چشم و صورت خودش بگیره و جراحی‌های بسیار زیادی انجام میده تا بتونه خودش رو شبیه کرکتر مورد علاقه‌اش در بیاره. خیلی جالبه بدونید که خیلی از این جراحی‌ها توسط دانشجوی دکتری که هنوز مدرک خودش هم نداشته انجام شده. شماره 1. چندرا ویزنو. او به بابل اسکین من یا مرد پوست حبابی معروفه. این لقب رو به خاطر پر جوش و کورک هایی که روی صورت و بدن او وجود داره بهش دادن. او اولین کورک خود را در سن 19 سالگی کشف کرد. این جوش ها و کورک ها از پشت او شروع شد و تا سن 32 سالگی تمام بدن او رو فرا گرفت. هنوز هیچ دکتری بعد از 30 سال نتونسته دلیل بیماری او رو پیدا کنه و هیچ درمانی برای اون وجود نداره. تنها دکترها فهمیدند که این کورک ها سرطانی نیست و میتونه یک بیماری ژنتیکی باشه. حداقل او تونسته که با داروهایی که مصرف میکنه از خارش و درد این کورک